سلام، من عمرالدین باقیف درس های آموزشی ویژوال بیسیک 2010 اکسپرس را برای شما با طور رایگان پیشنهاد میکنم. خوب، اینک شروع میکنیم به آموزش ویژوال بیسیک 2010 اکسپرس. برای این ما باید این برنامه را در کامپیوتر خود نصب نماییم، یعنی که استانافکه کنیم. خوب، برای استانافکه نمودن ویژوال بیسیک 2010 اکسپرس دلخواه براوزر رو میکشویم و می نویسیم www.microsoft.com/ یعنی که خطی کچ اکسپرس و تکمچه انتر رو پخش میکنیم. بعد از پخش نمودن تکمچه انتر ما با این صفحه وارد میگردیم چه خیلی که شما دیده استادید و در اینجا فقط که دانلود رو انتخاب میکنیم. خب، در اینجا پیشنهاد برای انتخاب زبان‌های برنامه‌سازی و ما انتخاب میکنیم ویژوال بیسیک 2010 اکسپرس. در اینجا زبان رو انتخاب نمودن لازم. در نوبت ما این زبان روسی و اگر شما زبان انگلیسی رو خوب دانید، خوب زبان انگلیسی و دیگر. خب، در اینجا پیشنهاد میکند براوزر، یعنی که وب استانافشک را میگیم سخرانید. خب، وابسته به سرعت اینترنت شما یکین سکچت شدنش علاقمندی دارد. خب، میکشویم. بعدا یعنی که میپرسد همین فایل رو با کار در آوردن و میگیم زپوستید. خب، چه خیلی که دیده استادید. خب، پروسس استانافکه رفته استاد است. این وابسته از سرعت اینترنت شما، یعنی که اگر سرعت اینترنت شما تیز بلند باشد استانافکه تیزتر می شود، اگر پست باشد یعنی که استانافکه کمتر وقت زیاد را طلب می کند. خب، در اینجا ما آینه اولی استانافکه ویژوال بیسیک 2010 اکسپرس دیده استادیم. خب، داشت که میشود. خب، میگیریم بله یکی که من قبول میکنم اون چی که پیشنهاد میشود از طرف شرکت مایکروسافت. باز و یعنی که پاپکه استانافکه پامالچان، یعنی که در کجا این برنامه استانافکه میشود و کدام برنامه استانافکه میشود، یعنی که مایکروسافت ویژوال بیسیک 2010 اکسپرس ویپوست، یعنی که استانوید. خب، چه خیلی که دیده استادید این پروسس استانافکه، یعنی که روند استانافکه، روند نصب نرم افزار وابستگی کلان دارد با یعنی که سرعت اینترنت شما. خب، چه خیلی که دیده استادید بعد از تمام شدن یعنی که پروسس استانافکه، خب شما میبینید که خبر میدهد که استانافکه زایرشنه و شما تکمچه وی خود را پخش میکنید. خب، الکی این برنامه در کامپیوتر شما ثبت شد و در درس های آینده چگونه استفاده بردن آن را و عموما امکانات های آن را دیده میبریم.